با نام خداوند بخشنده و مهربان. درود بینندگان عزیز، بخش نوبتی برنامه خبری پیام نیوز را آغاز می‌نماییم. در استودیو با شما شهرت رحمت الله. اینک متوجه باشد به سرخط مهمترین خبرهای روز. امام علی رحمان از آزادی‌های گفت که سرقانون کفالت داده است. روابط هوایی تاشکند و دوشنبه نیمه سال 2017 آغاز می‌گردد. در آلمان خوانندگان مکتب وظیفه‌دار شدند که مسجد را زیارت کنند. جنگلزارهای تاجیکستان رو به نابودی آورده است. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان که دیروز 6 نوامبر مردم کشور را به روز سرقانون تبریک میکرد، بار دیگر از ولایت سرقانون حرف زد و از آزادی‌های سخن کرد که سرقانون کفالت داده است. او مردم را بار دیگر به رسیدن به قدر تنجی و آسایش دعوت کرد و گفت: هر یک شهروند کشور برای رعایت معیارهای کانستیتوسیون همچون واسطه مهمی تامین آزادی، عدالت اجتماعی و برابر حقوقی همیشه کوشش نماید. در کانستیتوسیون تامین ولایت قانون و ترتیبات حقوقی مقصد فعالیت تمام شاخه‌های حاکمیت دولتی قرار داده شد. خلق تاجیکستان بار نخست بیانگری صاحب اختیاری و سرچشمه یگانه حاکمیت دولتی اعلان گردیده، کفالت حقوق شخص به گوناگون اندیشی، آزادی سخن و وجدان مقرر گردید. از قبول سرقانون 22 سال گذشته است و در مدت 4 مرتبه به آن تغییرات وارد کرده شده است و آخرین آن 22 می سال جاری بود که به امام علی رحمان کفالت حکمرانی یکمری داد و به پسرش رستم امکان پیشبری نامزدیش در انتخابات نوبتی رئیس جمهوری را فراهم کرد. در تغییرات وارد شده سال 2003 هم سرقانون به امام علی رحمان اجازه داده بود نامزدیش را 2 بار دیگر به ریاست کشور پیشبری کند. رئیس جمهوری تاجیکستان در حال از ولایت و کفالت‌های سرقانون سخن میگوید که خودش بارها برخلاف آن عمل کرده است. از مشهورترین سخنهای او درباره رعایت قانون این است که در مجلس به اعضای حکومتش گفته بود: وقتی من امر میکنم قانون را یک طرف گذارید. خبرگزاری ها اطلاع میدهند که پروازهای میان ازبکستان و تاجیکستان از نیمه اولی سال 2017 شروع میگردد. در این باره سامانه سپوتنیک نیوز از قول والری تیان، رئیس شرکت ملی ازبکستان هوایی‌لری نوشته است: با گفته جناب تیان، ازبکستان آماده است که سر از نیمه اول سال 2017 به تاجیکستان پروازها را برقرار نماید. وی افزوده است که پروازها در این سمت الکی برنامه ریزی شده اند و به جدول تابستانه شرکت ملی ازبکستان هوایی‌لری داخل گردیده است. گفته می شود که تاشکند امکانیت دارد این پروازها را از این هم پیشتر آغاز بخشد. احتمال می رود که اولین پروازها بین تاشکند و دوشنبه در اواخر ماه 5 سال آینده صورت بگیرد. اما خبرگزاری های رسمی ازبکستان در این موضوع مواد به نشر نرسانیده اند و گفته می شود آنها به اشاره مقامات کشور خود معطل هستند. برابری از عالم گذشتن پرزیدنت نخستین ازبکستان اسلام کریموف و موقتا به سر قدرت نشستن نخست وزیر این کشور شوکت میرزیویف در مناسبت 2 کشور همجوار نرمی ها به عمل آمده، احتمال می رود در آینده روابط باز هم گسترش یابد و گرمتر شود. بعد آنکه والدان یک خواننده پسرشان را از زیارت مسجد باز داشتند، مقامات آلمان قرار صادر نمود که مکتب بچگان این کشور باید از مسجد دیدن کنند. والدانی که فرزندشان را نگذاشتند در زیارت مسجد که از طرف مکتب تشکیل شده بود شرکت کنند، امکان دارد به دادگاه کشیده شوند. قبلا این والدان 300 یورو جریمه شده بودند ولی از پرداخت آن سرکشی نموده به دادگاه مراجعت کرده بودند. اما اینک وزارت معارف استان کیل قرار کرده است زیارت مسجد برای همه خوانندگان مکتب که به خاطر شناسانیدن آنها با اسلام واقعی راه اندازی شده است حتمی می باشد. در این قرار همچنین ذکر شده است که در وقتی معین شده به زیارت مسجد به هیچ خواننده اجازه دادن نمی شود در درس دیگر شرکت کند. در همین حال در تاجیکستان که 99% مردمش مسلمان است، رفتن به مسجد برای کودکان و نورسان تا 18 ساله منع شده است.
همچنین تعلیم اسلامی حتی در خانه برای کودک تاجیک ممنوع می باشد. اما در آلمان نصرانی در بیشتر مکاتب تاریخ اسلام آموزانیده می شود. همگی 50 سال قبل 20% حدود تاجیکستان را جنگل ها تشکیل می دادند که امروز از آن جنگلزارها تنها 3%ش باقی مانده است. قسم اساسی این جنگل ها در 25 سال اخیر نابود کرده شده اند. سبب اصلی نابود شوی جنگل ها به برقی و بگازی در زمستان بوده است که مردم برای گرم کردن خانه هایشان درختان را بریده اند. سیاست ناموفق حکومت باعث شد که مردم از گاز ازبکستان و برق خودی محروم شود و دست به بریدن جنگلزارها زند. سبب دیگری آن استفاده نادرستی چراگاه ها گفته شده است. با اطلاع یک منبع، مرادعلی علی مردانوف که بیشتری چراگاه های جنوب کشور را از خود کرده است و نزدیک به 1 میلیون سر چاروا دارد، با استفاده از منصبش در نابودشوی جنگل ها سهمی بزرگ گذاشته است. اکثر آنهایی که در نابودشوی جنگل دست دارند منصبداران سطحی بلندی دولتی می باشند که با سوء استفاده از کرسی هایشان جنگلزارها را به چراگاه ها تبدیل داده اند. نابودشوی جنگل ها سبب نابودشوی حیوانات نادر و تغییر یافتن وضع اکولوژی تاجیکستان شده اند. متخصصان میگویند برای برقرارسازی جنگل هایی که در 25 سال اخیر نابود شده اند 100 ساله ها لازم است. اکنون مختصر از خبرهای منطقه و جهان. نیروهای دموکراتی سوریه ائتلاف چند گروهی رزمندگان عرب و کرد به عملیات آزادسازی شهر رقه از دولت اسلامی شروع کردند که گفته می شود در آن بیش از 30,000 رزمندگان این ائتلاف شرکت خواهند کرد. ترکیه هم اعلان کرده بود در این عملیات همراه خواهد شد، اما نیروهای دموکراتی سوریه این کار را دخالت به امور داخلی اعلام کردند و از ترکیه خواستند در این عملیات شرکت نکند. در همین حال ترکیه طلب دارد که کردها در عملیات رقه شرکت نورزند. رژیم بشار اسد باشد دعوا دارد که هیچ گروه یا کشور جز ارتش نظام حق هجوم بر رقه را ندارد. در نتیجه سوختار شدید در بزرگترین مرکز سودای المعادی قزاقستان جسد 6 نفر آشکار شد. خدمات حالتهای فوق‌العاده شهر گفته است که یک جسد را روز 6 نوامبر، یک روز بعد از سوختار در این بنا پیدا کردند. 5 جسد دیگر روز 7 نوامبر در آشیانه 6 این بنا آشکار شده است. گروهی بازجویان هویت کشته شده ها و سبب سوختار را تحقیق بکنند. فردا سه‌شنبه 8 نوامبر شهروندان امریکا پرزیدنت نوبتی خود را انتخاب میکنند. بر پایه نظرسنجی ها دونالد ترامپ در اوهایو و هیلاری کلینتون در پنسیلوانیا پیش‌صف هستند. طی هفته اخیر نامزد جمهوری خواهان فعال شده، رقیبان به انجام معرکه شانه به شانه نزدیک می شوند و کسی هم پیش بینی کردن نتایج انتخابات را به ذمه نمی گیرد. 37 میلیون آمریکایی نیز الکی رأی خود را پیش از مهلت داده اند. بینندگان عزیز، اینجا برنامه خبری پیام نیوز به پایان رسید. شرح مفصل خبرهای ما را از پایگاه خبری پیام نت و گزارش‌های ویدیویی ما را از یوتیوب پیگیری نمایید. برایتان خبرهای خوش و سروری زندگی را تمنا داریم تا بخش‌های نوبتی. خدا حافظ.